تا حالا سر غذا خوردن با کسی مسابقه دادی؟ قراره تو این ویدیو سنگین ترین آدما با هم رقابت کنن. چالش‌های خوشمزه، تند، سرعتی، قدرتی. با این ویدیو اشتهات باز میشه. یه جایزه خیلی خفنم به نفر اول داده میشه. میگم من معمولا غذایی نیستم بگم آ فلان غذا رو دوست دارم، ولی جون تو بعضی وقتا نیازی که یه غذای خوب بخوری بچسبه. قبول دارین؟ خیلی مخلصم. قراره یه مسابقه خیلی خفن بین آقا رضای عزیزم با داداش علی و سجاد عزیز. 3 به 1 آقا. چند کیلویی علی؟ 230 تا. شما؟ 210 ناقابل. 250. 690 کیلو میره به مسافه 143 کیلو. نمیدونم شدنیه؟ بذار یه یار کمکی ریزه پیزه ولی ورزشکار بهت بدم. آره خوبه. مهران بیا. یه یار کمکی بدیم به آقا رضای عزیز. بعضی وقتا حالا خواست کمک کنه. نظرت علی. میگم دست و پاشو میگیره. دست و پای رضا رو میگیره. تو چی میگی؟ پرقدرت ادامه میده. میخوره بهتون؟ چرا که نه؟ میخوره. پس دمت گرم، احترام گذاشت. سجاد نظرت چی راجع به رضا؟ شاید. اسم تیمتون چیه؟ بیک‌های مهربان. آقا رضا نظر؟ والا با وزنی که دارم نگاه میکنم برتری دارن. حالا ببینم چی میشه. من قدیمی این برم. یه جایزه بذاریم؟ ابراهیم بیا. من نمیدونم روی این سینی چقدره. من اصلا چقدر ابراهیم؟ 30 میلیون. 30 میلیون؟ بله. 30 میلیون بدیم به نفر اول؟ بله. شاید تیم اول یا نفر اول. حالا نفر اول به همراه دوستش. 30 میلیون. ابراهیم بیا ببر. بچه‌ها تحریک میشن میخورم. ببر. خب با چی شروع کنیم علی جون؟ والا هر چی باشه میخوری. کوبیده دوست داری؟ کوبیده رو هست. شما؟ با کوبیده شروع کنیم. دستگرمی. من میدونم هر چی باشه تو قورت دادی. بذار بچه‌ها بپرسم اینا با کوبیده. گرمش کنیم. کجا رو؟ وای. یه آقا بریم استارت بزنیم. آیتم اول چند تا آیتم می‌خوایم برگزار کنیم، مجموعه ببینیم کی برنده میشه. آیتم اولو بریم. اوکی آقا بریم. میگم نه شروع نکنیم. واسه شروع کنیم. نه واسه نوشابه رو بگم. میگم آقا با کوبیده شروع کنیم. بفهم نوشابه برداریم. جان نوشابه بزنیم. نه می‌خواستم بگم کوچیکه دیگه. واقعا کوچیکتونه؟ خیلی. مرتضی ببخشید قربونت میگه کوچیکه. بیا. شوخی داری. ببخشید حواسم من اشتباه کردم. این شوخی واقعا. چشم ببخشید. اینو شما میگیری دستت شبیه این پاستیل نوشابه‌ای‌ها میشه. راستی که بخوام. لیوانمون. بیا علی جان. دیوانم نمیخواد دیگه. یکیش بالا. آقا رضا آماده ای؟ من میخوام این آیتمو قدرتی سرعتی بریم سجاد. خب آقا رضا داره آماده میشه. من تایمر میزنم فقط به عشق شما بیننده ها تا بهتون بگم چند ثانیه شد. 7 تا کوبیده و مهران عزیز گل من اینجا به عنوان فعلا تماشاگر نشسته. هر موقع آقا رضا بشه. نه خودت برو. بریم. 3 2 1 بچه آماده این؟ 3 دهنتون هم باید خالی باشه. 3 2 1. خب بچه ها شروع کردن به خوردن کوبیده. نوشابه. سجاد نوشابه از کی نوشابه میخوری سجاد؟ بچگی. خوشمزه است حالا واقعا. نوشه جان. خیلی خوشگل. نونش هم بی زحمت باید بخوریم اگه امکان داره. ممنونتون میشم. علی دست به کار شد. 44 ثانیه. سجاد به علی میگه تو بخور، میگه من نمیخورم. خب دهنا فقط باید خالی باشه. دهناتون رو ببینم. دهن تمام. دهن تو دهن شما هست؟ تو دهن شما هست؟ دهن شما نیست. ما خیلی وقت تموم کردیم.
نیست واقعا دهن رضام نبود. افتخارشون یه دست بزنی بچه‌ها. شما از همه زودتر خوردید. من باید به پشت صحنه یه مراجعه کنم تا بگم کی تو این مرحله برنده شد، چون هر چهار تاتون با هم دیگه دهنتون خالی شد. نه ما اول 1-3. بذار یار کمکم ندادم بخوره. من بیام. علی بله به من نمیخوری. شما پیشکسوتی دیگه، ما یه ذره ملاحظه کردیم ولی خب اول بزرگی ببین با 143 کیلو 250 کیلو بزرگ ما چپت گفت. من برم پشت صحنه ببینم چی شد. یه ویدیو چک شد، مساوی شدن، همزمان بود تقریبا. صحنه های سرم نشون داد ادیتور. 1-1 شد. بریم مثلا آیتم 25 تا دونه بالو کتف. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. به افتخارشون دست بزنیم. مرسی. پسر داریم. آقا مرتضی میشه شما رو بخورم؟ من نوکرتم. نکن دیگه. عشق اینا بازه برو بیرون. خب 25 تا دونه آقا رضا، 25 تا دونه کمکی میخوام بگیرم این دست. کمکی میگیریم. پس مهران عزیزم شروع میکنه به کمک کردن. من اینو صفر کنم، تایم هم داشته باشیم دیگه. خراب شد ولش کن. آب تو نمیخوره؟ یه آب واسه مهران نوشابه میخوری؟ نه نوشابه. خب یه آب واسه مهران. یه آب واسه مهران بیاریم. مرسی مرتضی جان، مرسی. آوردش. دور سرت بگردم. مرسی. این خدمت شما. تجربه این کارا رو ندارم ولی دمت تا حالا نخوردی اینطوری مسابقات؟ حالا ندادی سر غذا واقعا؟ مهران چند کیلویی؟ 85 کیلو. 85 کیلو. مهران 85 کیلوه. 143. دو نفری رو هم یه نفر اونا میشه اینو ضرب و تقسیم کنیم بچه پشت صحنه؟ 228 کیلو به مسافه 690 کیلو میخوام برن. بچه‌ها دارن آماده سازی میکنن. این قبوله نمیدونم، فکر کنم قبول باشه. تا دیگه دارن آماده میکنن. خب نه ما نکرده بودیم. 3 آقا ما نکرده بودیم. 2 1 شروع. ببینیم چی کار میخوام. اینا آماده سازیشونو کرده بودن، تقسیم بندی کرده بودن. علی آقا نظرتون چیه؟ عالی. خدا رو شکر. سجاد تو چی؟ خوشمزه است؟ با نون بخور سیرشی. میگم دعوا معوا شد شما بری کار جمعه. نه؟ وقت ندارم. شبونه میام مال سرش زنگ میزنم. بیشتر چه غذایی رو دوست داری؟ اون سجاد به خودمون رفتم. بیشتر میگم چه غذایی دوست داری؟ تموم کردن اینا. 5 تا بیشتر نمونده. به نام خدا همه چی میخوری. سجاد تو چی؟ 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 میگه بعد این. خب احساس میکنم باید بگم که نونش هم بله باید بخورین. احساس میکنم باید بگم که نونش هم بله ممنون میشم. احساس میکنم باید بگم که انگار بچه‌های اسم تیمتون چی بود؟ نه نون مونده. بله اسم تیمتون بیگ چی بود؟ بیگ سایز؟ بیگ مهربون. فکر کنم تیم بیگ مهربون خیلی پیشی گرفتن. نوش جونتون. بله برنده شدم. 1 دقیقه و 16 ثانیه برنده شدم. ولی از ارزش‌های آقا رضا چیزی کم نمیشه. ولی دمش گرم داره میخوره، داره تموم میکنه. رقابتی بود که تموم کردم. به افتخارشون دست بزنید. بچه‌ها همه دستشون گوشیه دیگه نمیتونن دست بزنن. آقا حامد یه آیتم دارم. اگه تونستن انجام بدم. اونو آخر سر گذاشتم واسط. آخر میخوای بزنی؟ اونو آخر بزنم که دیگه سوره رو بزنید. آقا تا اینجای برنامه 2-1 به نفع بچهای بیگ مهربان. عمو سجاد داره شافتانی میاره. عمو سجاد داره اون گوشتای ریز بغل استخون مونده، اونا رو داره حلالش میکنه. دمت گرم که نذاشتی حروم شه. ماشاءالله. میشه این یه چیزی به گربه ها میمونه عمو سجاد. پارچه اینا لیوانه؟ نه بابا چیه؟ بچه لیوانه واسه شما. ما اومدیم یه دونه واسه شما آب میوه گذاشتیم اینجا. آب چیه؟ آب انبه. یه دونه هم ایشونو بازی میدی این دست؟ نه تناست. یه دونه هم اینجا گذاشتیم. اون رو بزن تو لیوان. شما باید بریزین تو لیوان بخورین. ایشون یه نفس. آقا خطکش داری؟ نه همچه تقسیم. بریز بره. 2-1 شماست. نه ریختی؟ بریز بریز که داری خوب بریزی.
به نظرم باید تو بطری نی بود. خب اونا که چیزن دیگه 3 نفرن میخوان چجوری با بطری بخورن؟ به به. آره راست. به به. ولی خدای دمت کم علی تو واقعا سفره داری معلومه. بریم واسه یک رقابت جذاب فکر کنم زیر 5 ثانیه احساس میکنم تایمر میزنم که جذابتر بشه با 3-2-1 که من تو 17 ثانیه زدم. ماشاءالله ماشاءالله میگه اینجا یه جمله سنگینی میگفت که یادم رفتیه خندیدی ولی بگو اشکال نداره با آقا رضا خیلی ارادت داره نمیگه فقط با خنده رد میکنه علی بگو جونه من بگو حرف نذار تو دلت غمی نیست میگه چون میگذرد غمی نیست با 3-2-1 که من شونه دستا رو با لیوان از روی میز جدا نشه با 3-2-1 که من دستا آقا به لیوان به بطری دست به بطری اوکیه بریم 3-2-1 آقا رضا تموم کرد درسته آقا رضا مساوی بازم مساوی میشه من ویدیو چک کنم بلکه زودتر اومد آقا چون هم تیمیاتون دیگه نه همه مساوی 8 ثانیه و 31 صدام ثانیه من ویدیو چک کنم یه لحظه ببخشید نه همش پرید پشتمون شد ببخشید میگم آماده این آقا رضا بچه‌ها علی عالی آقا سجاد شما که داداش گلم یار کمکی بریم واسه مرحله یکم بسوزیم زیاد خوردنی نیست سوختنیه نه سینی خوردنی نیست نه اون مثل بریم آقا مرحله بعدی می‌خوایم فلفل بدیم بچه‌ها بخورن تشریف بیارین فلفل این آره میگه فلفل نبین چریزه درشتشو سوا کن جان دلم اینا 3 تا اول اینا شروع کنه 3 تا ان شاء الله رکوری شه اوکی آقا ما قرارمون این باشه که شما خب حالا نخورین تو رو خود خواهش کنم اینا خیلی دوست دارم بابا همه چیزو ماشاءالله تست میکنم آقا ما بیایم یه کاری بکنیم شما 3 تا بخورین 3 تا که خوردیم بعد آقا رضا 3 تا بخوره خب و هر کسی شیر رو میل کنه یعنی من انصراف دادم و بازنده است سوا نداریم خب بریم من که نمیتونم بخورم ولی بچه‌ها علی یه حرف بزن به رضا خیلی داره آره چالش خب باشه بگو اصلا یه جوری داره بالا پایین به شما نگاه میکنه انگار مثلا خیلی از شما قوی تر بوده ولی متعالی فکر کنم ما هم چطوری بود نتیجه 2-1 الان نه 2-2 ببخشید 3-2 شما بال جلو بودید 2 تا نه 3-2 بود بله 3-2 الان ما شدیم اول 1-1 شد تو بال شما جلو افتادین شد 2-1 و تو آب میوه 1-1 شدین شد 3-2 بله درسته به گروه خونی باید بخوره یا نه به قدمت برو سنگین الان شما این فلفل رو میبینید دکوریه بفهم خیلی تونده خیاره چند تا دونه بود 3 تا یه دونه 2 تا 3 تا ببخش من به شما 3 تا این بوش داره میاد خیلی تونده 2 تا از داداشای من خوردن موند علی یکیشو خورده 4 تا خوردی تو؟ خب نخور بذار علی بخوره قورت بده دیگه کاریش نمیشه که تنقص خیلی دونه آره قورت بدی نمیفهمی تا تا میسوزه نه اون الان نمیفهمی بعداً میفهمی همینجوری دارم میفهمم بوش خیلی تونده تو چرا اینطوری شد؟ تو که 4 تا خوردی نه اوکی ببین دارین کم میارین مشتی بچه پایین باف نمیده سجاد نبینم بله رضا شروع کرد رضا دست به کار شد این 2 تا این 3 تا این شیر رو گرفت دستش سجاد احساس کنم میخواد شیر رو بکشه بالا علی میخواد شیر رو بکشه بالا آقا 5 تا ازشون 5 تا 1 2 3 4 خیلی تونده حالا همینجوری داره میخوره ما جمع کنیم آقا رضا میگن گریه برای مرد مشکلی نداره ببین مردونه بکشی کنار اینکه بی‌شرافت بکشی کنار خیلی بهتره بیا ما بریم از کات شما صحبت کنید من اونقدر جمله سنگین بود کمرم شکست شما خاصی شیر رو خوردی
شیر خوردیم سجادم شیر رو خورد پس باخت رو قبول میکنم. علی تو نمیخوری؟ برو تا تهش. من 8 تا رفتم 8 تا بفهمید 3 تا خوردی 5 تا بخوری مساوی میشی. چیکار قراره شما؟ تو تا انگاری بود. هم تیمیات کشیدن کنار اشکال نداره. این خیلی داغ شده حرارتش داره. مثلا میتونیم صلح کنیم مساوی بریم. قربونت برم. 3-2 بود شد 3-3 بریم آیتم بعدی. نه هنوز باید شیر بخورن دو تاشون سوختن اینا. نه اینا تیمشون سوخت. درست سوختن الان میشه 3-3. یکیشون هم واسه شیر علی رو علی خورد. 3-3 بریم آیتم بعدی. اوکی من میدونم ولش قربونت. بریم آیتم بعدی. بدون مهران شکستشون دادی. بریم. موزه چکتا میگم من بچه بودم. بله یکی میگه علی این کوچیکه؟ بیا بزرگش موز بدن بیا. بیا بزرگتر بدم دستت. این بهتره. علی از نظر تو کوچیکه؟ مطمئنی؟ آقا ولش کن چیز میگم بچه بودم آقا رضا داد میزد یکی میگه موز چکتا. من نفهم این چکتا یعنی چی؟ شما شنیدی این لفظو؟ چکتا یعنی مال کشور بود؟ راست گله. پس شب نمون. آقا بریم واسه آیتم مسخوری. من نمیدونم تا حالا شنیدی بودی مسخوری مثلا بریم مسافه مسخوری؟ بچه این آقا بچه است. آره بچه است. آقا میشه ول کنی اینو؟ عباسش بیا بیرون. آقا ما بریم واسه یه بازی بلوف بین آقا رضا و کی از شما میخواد شرکت کنه؟ 20-40 کنی؟ نه از تیم شما یه نفر بیاد مسابقه بده. میگم 20. بله بفهم خواهش می‌کنم بفهم. مهران اولش مهران میاد. مهران تو برو. 60 70 80 90 100. ایشون افتاد؟ این رفت بیرون دیگه. ایشون رفت بیرون بفهم. رفت بیرون. علی آقا چیکار کنیم؟ من دیگه. شما میری؟ برو تا تهش. آقا رضا شما مسابقه میدی؟ مهران میره. آقا بازی به این شکله که این موزه مریضه. آقا این اصلا ولش این انگار منم ولش کن. میگم آقا بازی به این شکله که بلوف میزنیم. مثلا علی برمیگره میگه آقا من 5 تا میخورم. مهران میگه من 6 تا میخورم. علی میگه من 7 تا میخورم. مهران میگه من 8 تا میخورم. یه جایی مثلا علی برمیگره میگه آقا من نمیخورم تو بخور. اگر تو توانستی بخوری اون تعدادی که گفتی رو تیم شما برنده میشه. اگر نتوانستی تیم علینا برنده میشه. خیلی ساده شیک مجلسی استارت بزنیم. علی آقا با مهران شروع کن دوئل کن. بسم الله. آقا مهران مطمئنی؟ دوئل؟ برگشت نداره. دیگه من صبونم یه دونه است. یه دونه چی؟ یه موز. یه موز. نه نصفه. نه صبح با یه موز شروع میکنم. یه بوته موز. یه بوته پروتئین هم میخوره. آره بریم. تیکه انداز الان بکنه. نه درست اون دست من. درست اون ببین. اینو بگیر دستت. ولی کم شما یه موز میخوری داشلی یه موز و نصفی. این موزه چیز پاور کار. چند تا میخوری؟ چند تا میخوری؟ بحث رو عوض نکن بابا. چند تا میخوری؟ بگو یه نصفی. چند تا میخورم؟ من 2 تا قبل تمرین میخورم. الان چند تا میخوری؟ الان یه دونه من که یه دونه. شما چند تا میخوری؟ من 2 تا میخورم. 2 تا. 2 تا قبل تمرینم میخورم. 3 تا. 3 تا. چون توی 4 تا. من 5 تا بعد تمرینم میخورم. فقط یه لحظه. این موزش یه ذره کجه. 7 تا. مال کرجه. باریکلا. 7 تا. باریکلا. 7 تا. آرزا فکر کنم خودت باید بری. ادامهشو من میرم. 7 و نصفی. 7 و 1/4. به نظر 200. نداریم. جدیده دیگه. 8 تا میخوری. 8 تا. 8 تا آقا رضا 8 تا. شما 8 تا نصف. 10 تا. 10 تا؟ 10 تا. 10 تا میتونی بخوری؟ 10 تا. شما چی؟ 10 تا و 1 ششم. 11 تا شما. 10 تا و 1 ششم. باید به تعداد عدد بگی. آقا گشنش اصلا حرف نمیزنم. شما چند تا میری؟ بلندش بشون. چیزه من 12 تا. تا حالا اینو ندیده بودم جایی. باحال بود. 12 تا علی. آقا رضا به نظرم برو برای 13 تا. به نظرم بشید نگاه کن نمیشه. میره بالا. برم بالا. بره بالا نمیتونه. بره بالا. 13 تا. 13 تا؟ علی چند تا؟ 15 تا. 15 تا؟ خیلی مزاخیته. برو بالا. 15 تا. این تازه بخوره؟ 17 تا. حالا 17 تا میشه. بابا دیگه نمیشه. خب یکی بگه مولوفه. 17 تا چند تا میخوری؟ برو برای 18 تا. کم نیست.
همین خوبه برو برای 18 تا 19 تا برو بخوره آقا بریم واسه چالش 19 تا قبلش بخوره. بله بریم واسه چالش 19 تا موز. علی میخواد 19 تا موز بخوره، اگه بخوره برنده است، اگه نخوره بازنده. داداش بیا پیدا کردم داداش. بریم آقا. حالش میگشتی ستون. اولیشو شروع کردی؟ بفرمایید. بخورش. یه دونه. پوستاشو من میتونم نگه دارم. این یه دونه. میشه یه دونه من بخورم دارم میسوزم. شما یه دونه بخور به علی، حساب علی برو. علی تو میتونی؟ چرا موزش خیلی مهمه؟ دوست نداری من چرا اجازه بدم؟ علی یه دونه همش خورده فعلا. با موز حال کنی. بیا من تو نصف نمیتونه. یه دونه میخورم. احمد نمیتونه. نمیشه. فکر ما بریم بالا علی. 19 تا اینجا باخبری بچه مرداد چه میگن؟ این دوتا میشه ما بازی کنیم؟ شما میتونی بخوری اگه دوست داری. میتونی بخوری جزء بازی نیست. این دوتا اونو بده من. اینم جزء اصلا علی حساب کردم آقا. اینم 3 تا. دیگه ببخشید. آرز اوکیه؟ 3 تا. حتی اینم اجازه است رو اینم این چقدر 3 تا حساب نکن. نه بذار میخوره. این 3 تا اینم بده 4 تا که تو 2 تا خوردی من 2 تا خوردم. من دارم حال میکنم. موز اینطوری میخوره نه علی به نظر من آخر شب خوبی رو نمیتونیم بگذرانیم ما. موضوع خراب نیست، ما خودمون داریم خراب میشه. آها همین چالش رو ادامه بده. من یه لحظه سرم تیر کشیدم. موز بخور. نه شما بخورید شما. آقا اینم رو علی حساب کن. چند تا شد؟ 2 تا. این 3 تا، این 4 تا، این پنجم. اشکال نداره. معده‌ام حساسه. میگه معده‌م حساسه. این پنجمیش بود با یعنی 3 تا درست خورده خودش. اشکال نداره. ما متواضعانه رفتار میکنیم. ما لذت ببریم. واقعا میتونی بقیه‌ش هم بخوری؟ میشه. الان چند تا خورده؟ 5 تا؟ الان 5 6 7 آقا ببخشید من یه موز برام می‌دارم. 10 11 12 13 14 به جون ما ورزشی یه دونه به من. اینا باید بخوری. خیلی مردی. 15 16 17 18 19 تا ولی با این 5 حساب کردین آقا. چون تو یه دونه هم بذار روش. نه بخور. میتونی بخوری؟ شب میخواد چیکار کنم؟ باید ادیتور اینو بزنه جلو دیگه. خیلی طول بشه. اینا میخوره. من علی مسابقه با هم بدیم. بدیم. هر کی زودتر موزه خورد. اوکی. خب بذار وایسا همین وسط بریم. وسط همین مسابقه کرد تو بخور. علی تو کارتو واسه دیگه ما بریم. 3 2 1 یا بنده. من هر روز گفتم علی تو دهنش. یعنی قورت داد. یعنی گاز نزده این موز. یتیم خونه. علی یه دونه دیگه ببین تو زودتر شروع کن. چند ثانیه زودتر؟ منم میام تو مسابقه. ای بابا قامش. وایسا منم میام. چند ثانیه زودتر؟ فکر کنم بتونم دوم بشم. اول نمیشم آره بذارید دومو بشم. وایسا گفت اول تو بزن. نه وایسا. بابا نامردی آقا حامد دو سر بریم. 3 2 1 داشتیم بود تو داری میتونی. قاضی چه جور من از موزیک بیا شما همچنان میخوری. آقا من نتیجه بایش رو اعلام. بله. دستخوش داری ها. من که میدونم تو به حرمت پیشکسوت بودن رضا کشیدی کنار. دمت گرم. مشتی بابا. درود بر شرفت. درود به شرفت. علی 12 تا تقریبا خورد.
3-3 بودن الان شد 4-3 به نفع آقا رضا. بریم واسه آیتم بعدی. موزه من حساب نمی‌کنی با علی مسابقه رفتم؟ اونم دیگه بعدا من حساب کن دیگه میشه 5-3 4-3 بری ان شاءالله اونو بعدا یه جور دیگه حساب کنم. خیلی مخلصم. بریم واسه آیتم آخر. مخلصم. آیتم آخر جمع آخر نباشه داشام. آقا رضا یک امتیاز جلوتره 4-3 رضا. آیتم آخر خوردن آبه. آقا پس من چی؟ نداری آب؟ مرتضی یه آب. ببخش من یادم. آبو باز نباید بکنین ها. آره. دست شما بفهم. آقا مرتضی برام بعد هول بدیم سایز هر کی سایزش دیگه هر کی سایزش. خب مهران نخودیه آبو زود بخوره دیر بخوره فرمودم آتش نباشه بنده خدا. آبو با 3-2 که من درش باز میشه و میریم بالا. هر کی زودتر تموم کنه. یه نفس یا هر جوری خورد. هر جوری دوست داریم. بریم. الان تو دادی دستش دیگه میگه هر جوری که دوست داری. هر کی زودتر تموم کنه. میشه یه کاری کنی اصلا یه پیشنهاد بدم. اینجا نه این از اینجا بریزی بخوری. هر جور دوست داری. نه دیگه اونطوری بخوری که همه اونطوری بخورن. آره. شاید یکی تعادل نداشته باشه آرزو. با 3-2 که من دستا رو میز لطفاً. شما نمیخوری انصراف دادی؟ نه بعد بخوره. میخوری. 3 2 1 حالا باز من باز نمیشه. رضا نیاورده هنوز پایینا همون بالا نگه داشته. آقا من اول چرا من نگاه نمی‌کنم. رضا تموم کرد. رضا دست بزنید. علی هم ماشاءالله قدرتی سرعتی با اپسیلون ها خیلی کم بود تایمش ولی ماشاءالله آقا رضا 5-3 بازی رو میبره آقا مرسی. 5-3 گل‌های مهربون رو بردن. واقعا دمت گرم. این خیلی مهم بود. چی شد علی؟ باختین که. دیگه فلفل اذیت کرد. اوضاع واقعا خیته. من بگم چرا میگه فلفل نمین چریزه. درشتاشو سوا کن. باختیم واقعا؟ ما تو آیتم فلفل گفتیم درشتشو بخوریم کمتر تنده. نگو درشته تو موزم یه دفعه اشتباه کردی گنده برداشتی قدمو پاره شد چیز. اعصابت یکم نکشید. من گفتم. سجاد نظرت چیه سجاد؟ با هم نوعهای خودت یکم صحبت کن با اون دوربین. هم نوع خودمون. در رابطه با این چالش. این که حالا این مسابقه بود ولی در کل ما رو نها نکنن که اینجوری برن جلو پیش برن جلو. ما کلا بچگی حالا یا بچگی یا ارسی اینجوری هستیم. دیگه حالا پا گذاشتیم تو این صنف ولی زیاد صنفتون دقیقاً چیه؟ خوردن و پوشیدن و گشتن. همه کار به جز کار. باریکلا. کشور عقب مونده ما کار نمی‌کنیم. باریکلا. کار واسه ما کار می‌کنه. باریکلا. آقا خیلی مخلصیم. جایزه آقا رضا رو میارین؟ جایزه شما رو من تقدیمتون کنم. آقا رضا. منو جا دارم. واقعا؟ منو جا دارم. من جایزه آقا رضا رو خیلی ممنون. اینو پشت صحنه پارش کردین یه بسته رو؟ از دوش بردن. من احساس می‌کنم آقا رضا این خدمت شما این یه بسته رو پاره کردم ببخشید. آقا رضا کمک کنه ولی. یه بسته چرا پاره شد؟ من بذارم این زیر. نه دیگه نه اوکیه مرسی. آقا رضا مبارکت باشه. مرسی. آقا مرسی که تا این لحظه ما رو با کدوم دوربین؟ مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. تیم بیگاه مهربان دمشون گرم واقعا مهربونن خیلی خفنن و اینکه من عاشق این بچهای توپل دوست داشتنی ام که دلشون واقعا مهربونه. دمتون گرم که حضور داشتین تو این برنامه. مهرانم که نخودی داداش گل من ورزشکار رضا یه تنه برد. باریکلا. به افتخار رضا یه دست بزنید. آقا مرسی یا علی مدد. مرسی.